با سلام. امروز در خدمت آقای خوشفروش رئیس اتحادیه پیارس پرژن ریلتور سوسایتی هستیم، سردبیر روزنامه خانه بازار. آقای خوشفروش، خب دکتر خوشفروش، این جریان قانون جلوگیری از این ورود ریلتورها از کجا شروع شد؟ سلام علیکم. خوشفروشم، شماره تلفنم هم 1800 خوشفروش. دوتا هم خونه تو برنابی هست، آماده فروش، قیمت های مناسب. بله. خب نگفتید این جریان از کجا شروع شد؟ راستشو بخواین جریان از این بیمارستان ها بود که نظر دولت رو جلب کرد. بیمارستان یعنی چه؟ دکترها فهمیدن که اکثر مریض های ایرانی حالت تهوع و استفراغ دارن. بعد از تحقیقات زیاد به این نتیجه رسیدن که علتشون اکسپوز بودن اینا به صفحات یک نواخت روزنامه هاست. جز آلبوم عکس ریلتورها که چیز دیگه به عنوان سوخت فرهنگی ارائه نمیدن که در اصل کمبود ویتامین آی که همون اطلاعات باعث این تهوع مصری شده. یعنی در حقیقت کمبود اطلاعاته که تهوع میاده، نه زیادی ریلتورها. دقیقا، خوشم میاد، حالیته. برای همین خودمون یه روزنامه را انداختیم و برای قدردانی از روزنامه خواستیم تا خودشون بیان تو روزنامه ما تبلیغ خونن. حتی برای هر کدوم مجانا 2 صفحه تمام رنگی برای مدت 2 سال در اختیارشون گذاشتیم. حال کنین والا. بعدش هم اگه واقعا مطلب خودشون داشته باشن که خب میتونن بیان به گوش مردم برسونن دیگه. ما هم کاش یه عد میزدیم اینجا. خب بازم این فکر نمی‌کنین این روزنامه خانه بازارم این باعث تهوع مردم بشه؟ یعنی اینجوری که میفرمایین اینا همچین اطلاعاتی و پیتامین از این حرفا توش نداره. همینه دیگه بابا. واسه همین با هر روزنامه ای هم یه بطری پپتوبیزمول گذاشتیم مردم حال کنن، جلوگیری کنن. خب محبت میکنین، چه فکر خوبیه. خب آقای خوشفروش، نظر شما در مورد مسکن و قیمت مسکن توی 1-2 سال آینده چیه؟ یعنی با این قیمت هایی که نجومی میرن بالا فکر میکنین یکی مثل ما، یه آدمی با یه شغل معمولی فرضاً ما میتونیم دارای خونه بشیم؟ یعنی یه تماس با من حتما بگی، کارش رو میندازیم. خیلی ممنون جناب خوشفروش. منم بابک هستم، برای پابلیک تیوی در خدمتتون هستیم. بفرمایید. تصویر نگاه کنن. خداحافظ.